حمله مجدد رژیم غاصب صهیونیستی به غزه یک جنایت بسیار بزرگ و فاجعه آفرینه. یا عبری بازم کودکان کشته میشن، خانه ها ویران میشه، مردم آواره میشن. امت اسلامی یک پارچه باید در مقابل این بایستد. اختلافات خودشون رو در مسائل گوناگون کنار بگذارن. این مسئله امت اسلامی. علاوه بر اینها همه آزادگان عالم در خود آمریکا، در کشورهای غربی و اروپایی و کشورهای دیگر مردم به طور جد مقابله کنند با این حرکت خائنانه و فاجعه آمیزی که اینها دارن انجام میدن. جلوی این فاجعه رو باعث بگیرن.